اینک چند روز باز یک موضوع اول ورد زبانها در تاجیکستان توی روسی آوازخوان جوان همگی 21 ساله ولی الکی شناخته تاجیک فرانوز شریفوف است. توی روسی فرانوز شام 22 ایول سال 2024 در پایتخت در طربخانه مشهور یکسرای با حضور عده بزرگ از آوازخوانان مشهور تاجیک از جمله فرزانه خورشید، شبنم تاج‌الدین، مینا، ستاره کرامت الله و زینوره و سفرگل و شماره زیادی از راویان معروف برگزار شد. درباره شخصیت جوانی که به فرانوز ازدواج کرده است معلومات در دست نیست. در هر صورت او یک نفر در عالم شو بیزنس تاجیک ناشناس به نظر می رسد. در ویدیوهای نشر شده در مراسم عروسی او یک جوان قد بلند و خوش‌سیمو به نظر می رسد و در یک ویدیو دیده می شود که فرزانه خورشید داماد را به رقص می کشد و هر دو در نزد عروس یکمی می رقصند. در نوار دیگر او در کنار پدر فرانوز نمودار می شود. برخی کاربران با اشاره بر اینکه در نوارها دوستان شب و خویش و تبار او از جمله پدر و مادرش دیده نمی شوند حد زدند که شاید او داماد فیک باشد و انتخاب کرده فرانوز شاید در اصل یگان مرد پیر اویلدار باشد که او نخواست است رکلام شود و همسر قبلیش از این ماجرا خبردار شود و او فرانوز نخواست است ایمیجش خراب شود چون که او در یک ترانه‌اش با اطمینان می سرود که رقم 2 نمی شود. فرانوز که بودن داماد را آشکار نکرد ولی در عرفه تویش در یک مطلب در اینستاگرام همه را اطمینان خاطر داد که شوهرش جوان است و بار یکم خانه دار می شود و فرانوز شوهر کسی را کشیده نگرفته است. فرانوز گفت روزهای آخر قبل از تویش چندین زن به او زنگ زده دعوا کردند که گویا آوازخوان شوهر آنها را گرفته باشد یا گرفتنی است. او گفت برخی زنها به او زنگ زده حتی در مورد گویا کاوالرشان را از دست آنها کشیده گرفتن فرانوز اظهار تشویش و به او دعوا کردند. فرانوز شریفوف 1 ینور سال 2003 در ناحیه واسه به دنیا آمده در دانشگاه طبی تاجیکستان تحصیل میکرد. فرانوز در مصاحبهش با ارزو ایسوف در برنامه ناگفته و گفته بود که پدر و برادرانش در آغاز مخالف آوازخوان شدن او بودند. فرانوز با وجود این مخالفت ها به صحنه آمد و در یک مدت خیلی کوتاه معروفیت زیادی به دست آورد. ترانه های او در یوتیوب چندین میلیون تماشابین جمع می‌آورند. چندی از ترانه های او از جمله رقم 2 نمیشم، عشق تو، کجایی و تو کی در یوتیوب تا امروز از 10 تا 12 میلیون تماشابین گرد آوردند. فرانوز در مصاحبهش با ارزو ایسوف همچنین مطمئنا گفته بود که بعد ازدواج ترک صحنه میکند چون که برایش عائله و تربیت فرزندان مهمتر از شهرت است. چون این موردها بعد ازدواج در عین اوج شهرت ترک صحنه و هنرنمایی کردن بانوان تاجیک آوازخوان کم نیست. حالا معلوم نیست که اکنون بعد به شهر برآمدن او به هنرنماییش ادامه خواهد داد یا خانه‌نشین می شود.